به استودیو شماره 2 جایی که خانم شبنم قلیخانی متنی رو میخونن مربوط به همین، به یکی از همین بازی‌های دختران. محسن زنش و دختر کوچکش که حالا 5 سالش است آمدند عید دیدنی به خانه ما. ناخودآگاه زل میزنم به دختر کوچک محسن که دارد با عروسکش بازی میکند و من را به یاد سالها پیش میاندازد. آن سال عید هم طبق معمول عمه جان با 2 پسر شیطانش به تهران آمدند تا تمام 13 روز عید را در کنار ما بگذرانند. یادم نیست چند روز از شروع سال نو گذشته بود که باز من و محسن پسر کوچک عمه با هم دعوایمان شد. او یک دست عروسکم را میکشید و من دست دیگر عروسک را. اسمش ایچیرو بود. چون ژاپنی بود این اسم را برایش انتخاب کرده بودم. بدنش پنبه‌ای بود ولی صورت و دستهایش پلاستیکی بودند. با یک شلوار یکسره قرمز و کفش‌های مشکی و کلاهی از همان پارچه لباس و موهای قهوه‌ای که روی پیشانیش را گرفته بود، تمام عشق و زندگی من در 10 سالگیم بود. وقتی 2 سال قبلش مامان و بابا از سفر ژاپن برگشتن 2 چیز من را انقدر خوشحال کرد که 2 هفته دوری از مادرم را فراموش کردم. یکی وجود ایچیرو بود و دیگری تلویزیون رنگی که با بدبختی از فرودگاه به خانه رسید. و حالا محسن فکر می‌کرد می‌تواند عروسکم را از چنگم درآورد. من فقط جیغ می‌زدم و دست عروسک را می‌کشیدم و محسن هم برای اینکه بیشتر من را حرص بدهد مدام می‌گفت الهی ایچیرو بمیره، الهی ایچیرو بمیره. و باز جیغ و داد من که بلندتر می‌شد و گاهی فریادهای عمم که از اتاق دیگر خطاب به محسن شنیده می‌شد. ولی او اصلاً به روی خودش نمی‌آورد. و عروسک را بیشتر به سمت خودش می‌کشید. من پاهایم را به زمین می‌کوبیدم و مامانم را صدا می‌زدم. دلم می‌خواست همان موقع و همانجا محسن بمیرد و من راحت شوم. قدرت هر دویمان زیاد شده بود. هر کدام بیشتر عروسک را به طرف خودمان می‌کشیدیم. گاهی مامان از توی آشپزخانه بلند می‌گفت محسن جان با هم دوست باشید. و من بیشتر حرصم می‌گرفت که عجب مادری نمی‌آید ببیند چه بر سر دخترش می‌آورند. که ناگهان به گوشه پرتاب شدم. وقتی چشمم را باز کردم محسن در گوشه دیگر اتاق افتاده بود و در دستش یک دسته ایچیرو بود. دیگر چیزی نفهمیدم. تمام دنیا دور سرم چرخید و چشمهایم سیاهی رفت. فقط گریه می‌کردم. آنقدر گریه کردم که فکر می‌کنم از حال رفتم، چون وقتی چشمم را باز کردم مادرم و عمم و خواهرم دورم را گرفته بودند و از آن محسن بی‌ادب خبری نبود. احتمالاً عمه در اتاقی زندانیش کرده بود. خواهرم با مهربانی دست ایچیرو را که به بدنش دوخته بود نشانم داد. گرچه من می‌دانستم دست دوخته شده مثل دست اول نمی‌شود. و حالا دختر کوچک محسن در گوشه‌ای با عروسکش بازی می‌کند. و محسن چه نگاه مهربانی به او دارد. توی از کوچه های خواب عروسک همدم من بود، چشای یخ زدش انگار طلوع صبح روشن بود. عروسک جسم بیجونه ولی حال و هوا داره، برای این سکوت سخت یه دنیایی صدا داره. عروسک از تو میخونم اگه حالی برات مونده، تو چشم شیشه ایت دیدم که شب چشماتو ترسونده. عروسک از تو میخونم اگه حالی برات مونده، تو چشم شیشه ایت دیدم که شب چشماتو ترسونده.